سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من ارمیام، دانشجوی ترم 2 اتاق عمل. امروز اومدم راجع به وظایف فرد اسکراب و سیرکولر یا همون کسی که اتاق عمل خونده رو بهتون توضیح بدم که چی کار انجام میدیم ما توی اتاق عمل. خب این ویدیو داره تو سال 1404 رکورد میشه. تا الان ما ارشد اتاق عمل رو توی ایران آوردیم و حالا عرضه میشه. ولی مقطع اولیه که عرضه میشه کارشناسیه، یعنی 4 سال درس میخونیم، کارشناسی اتاق عمل میگیریم یا تکنولوژی جراحی، بعد 2 سال طرح میریم. برای ارشدش هم که یک آزمون داره شرکت میکنیم و فعلا دانشگاه کمی هستن که ارشد اتاق عمل رو عرضه میکنن و قبولش هم خب خیلی سخته. بریم بپردازیم به کارآموزی فرد اسکراب و سیرکولر یا همون وظیفه ما توی اتاق عمل. از سیرکولر شروع میکنیم. سیرکولر چند تا وظیفه داره: آوردن وسایل به اتاق عمل، یا حالا برای مثال گازی بخواد باز بشه به صورت تک پیچ، وسیله بخواد باز بشه، یا حالا نخ بخیه چیزی بخواد باز بشه، سیرکولر میره از خارج از اتاق اون وسیله رو میاره روی ست جراحی برای اسکراب و جراح باز میکنه. یه وظیفه مهمی که دیگه داره سیرکولر اینه که شمارش ابزار و گازها با فرد سیرکولره تا وسایل جا نمونن داخل بدن بیمار. بریم سراغ فرد اسکراب که باید تجربه بیشتری داشته باشه. فرد اسکراب باید به اصطلاح همپای جراح کار انجام بده. یعنی چی کار انجام میده؟ زمانی که جراح وارد عمل میشه و برش رو ایجاد میکنه، فرد اسکراب اکسپوز میده اون محل جراحی، حالا با اکارتورهایی که وجود داره باز میکنه اون قسمت رو، جراح کارش رو انجام میده. کتر بخواد کتر انجام میده، کتر حالا کاگوله میکنه و کات میکنه. بیشتر در ادامه بهتون توضیح میدم که چی هستن. و بخیه لایه آخر که لایه پوسترم کمک جراح میزنه. اون برای مثال حالا چند نوع بخیه داریم، چند لایه بخیه داریم، یکی از اون لایه ها و یکی از اون نوعهای بخیه رو کمک جراح میزنه. خب راجع به درسای اتاق عمل بهتون توضیح بدم. شما وارد دانشگاه وقتی میشین، ترم اول حالا بسته به اون نوع دانشگاه چند تا واحد درسی وجود داره که باید بگذرونین. فکر کنم 19 یا 20 واحد میدن اوایل تحصیل. یکی از اون درس‌های مهم فرد سیار و اسکراب خانم لیلا ساداتیه که تازه ترجمه شده. کتاب به شدت خوبیه، تقریبا 270 صفحه است که برگرفته از اصول بری کوهنه. تا الان بری کوهن جلد 2021ش اومده، سال جدیدش نیومده که فکر کنم 2025 یا 2026 باید بیاد. کلا ما تکنولوژی جراحی برای تکنولوژی جراحی داریم، بری کوهن داریم، الکساندر داریم، یه سری کتابای لیلا ساداتی رو داریم، یه سری آناتومی ها داریم. آناتومی گری بود اسمش، میتونه آناتومی گری باشه و غیره. همین دیگه. نکته دیگه ای که وجود داره، کار کمک جراح به شدت کار حساسیه. چرا؟ چون با کوچکترین رعایت نکردن استریل باعث انتقال عفونت به داخل انستزیون جراحی میشه و حالا بیماری های مختلف رو شکل میگیره. کمک جراح باید آگاهی کامل داشته باشه نسبت به ابزارهای جراحی و شناخت نوع ابزار. برای مثال جراح اگر داره این قسمت رو حالا برش میده، چه ابزاری نیاز داره، یا برای اینکه بتونه اون قسمت رو کاگوله کنه باید چی کار بکنه. یک گام باید جلوتر باشه از لحاظ ذهنی جراح، بعد سریعتر ابزار رو بهش برسونه، اکسپوز بده، حالا بخیه‌اش باشه و غیره. این ویدیو مختصر و کوتاه و مفید بود براتون تا یه آگاهی کلی نسبت به رشته اتاق عمل در حد خودم تا ترم 2 بهتون بدم. اما این ویدیو رو هر سال آپدیت میکنم تا ترم 4، 6 و 8، یعنی چند تا پارت دیگه هم براتون میذارم. قطعا اون زمان آگاهی من نسبت به این رشته بیشتر شده. این چیزهایی که من گفتم از تجربه خودم بودش و اینکه من حالا آگاهی زیادی ندارم نسبت بهش، چون ترم 2 هم هنوز. ولی خب ترمای بالاتر که برسم توضیح کامل تری رو بهتون میدم. ممنونم.